السلام علیکم. به سلسله درس های خودکارسازی توسط آردوینو به علم و فن خوش آمدید. من احمد نجرابی هستم و در این برنامه در خدمت شما می باشم. در درس امروز می خواهیم با استفاده از فرمان مادون قرمز این خودرو خود را به جلو، به عقب، به راست، به چپ یا چرخیدن به راست، چرخیدن به چپ و همچنان اداره سرعتش را توسط فرمان انجام بدیم. دوره تعلیم آردوینو بر اساس بسته تعلیمی سنفاوندر توسط علم و فن. هر آنچه شما در این دوره آردوینو می آموزید شامل این بسته تعلیمی می باشد. این بسته مشتمل بر تعداد زیاد قطعات و طرح‌هایی است که با دستورالعمل‌های کامل و ویدیو برای خودرو ذکی و دیگر طرح‌ها که قابل استفاده در مکتب و دانشگاه یا خودکارسازی خانگی و صنعتی می باشد در دسترس قرار دارد. این بسته همچنان مستندات کاملی دارد که شفرهای قابل دریافت، طرح‌ها، نقشه‌های سیمکشی و دستورات کامل را در دسترستان قرار می‌دهد. این بسته را می‌توانید از جلومکان سنفاوندر و یا فروشگاه‌های آمازون بخرید. واصل خرید این بسته زیر این ویدیو در بخش توضیحات وجود دارد. خب این هم صفحه مستندات فرمان مادون قرمز. وقتی شما در صفحه سنفاوندر در بخش کار پراجکت بروین، شماره 9 ریموت کنترلر نوشته است که این صفحه است. در اینجا توضیحات کامل با شمول سیمکشی، قطعات به کار رفته در این طرح و همچنان شفر برنامه و در پایین اینکه کدام دکمه چه کار را انجام میده همه توضیح داده شدند. در درس امروز می‌خواهیم توسط این فرمان مادون قرمز خودرو خود را اداره کنیم. در درس معرفی اشعه مادون قرمز ما یاد گرفتیم که وقتی یکی از دکمه ها فشرده شود را توسط آردوینو کشف کنیم و اقدام به عمل کنیم. مثلا ما دیدیم که با فشردن یکی از دکمه ها چگونه میتوانیم زنگ را به صدا در بیاریم و یا هر کلید دیگر را در روی نمایشگر مسلسل چاپ کنیم. حالا وقتش رسیده که از این فرمان استفاده کنیم و به طور کامل این خودرو را اداره کنیم. اول برای سرعت از این دو دکمه مثبت و منفی استفاده میکنیم. بقیه دکمه ها وقتی استفاده نمیشن نادیده بگیرید. دکمه مثبت سرعت را به قیمت 50 افزایش میده و دکمه منفی به قیمت 50 کاهش میده یا کمش میکنه. وقتی شما این دکمه را فشار دادین سرعت میره تغییر میکنه و به همون حالت باقی میمانه تا زمانی که دکمه بعدی را بفشارین، کمش کنین یا دوباره عین دکمه را بزنید. این 4 دکمه را مثل بازی های تصویری که استفاده میشه، دکمه 2 به جلو، دکمه 8 به عقب میره، دکمه وسط استفاده نشده. این دکمه 6 چرخش به طرف راست به طور کامل هست و 4 چرخش به طرف چپ به طور کامل هست. به این معنا که وقتی شما دکمه 2 رو میفشارید به حرکت به جلو واقع میشه. این ترتیب وقتی 8 بزنین، دکمه 8 زیر فشار بگیرین میره به عقب. 4 و 6 فرق دارن. این خودرو نمیتونه به سمت چپ بره مگر اینکه بچرخه. دکمه 4 را وقتی شما فشار میدین به چپ میچرخه، چرخش ادامه داره تا زمانی که شما دکمه 4 را رها کنین. وقتی رها کردین توقف میکنه. بنابراین وقتی شما به چپ میرین میفشارین تا زمانی که به اندازه مطلوب خودرو به چپ بچرخه، بعد دکمه را رها میکنین. به همین ترتیب دکمه 6 که برای سمت راست است. وقتی ما بخواهیم به سمت راست و جلو برویم دکمه 3 را میزنیم، یعنی جلو و راست وسطش هست و به همین ترتیب جلو و چپ این دکمه و چپ و عقب این دکمه و راست و عقب این دکمه. ضرور نیست که حتی به خاطر بسپارین چون به طور طبیعی موقعیت دکمه ها مناسب حالت حرکت خودرو هستند. و این هم سیمکشی طبق نقشه سیمکشی سنفاوندر که در صفحه رسمیش هست. ما پایه مثبت داریم که از مثبت آردوینو گرفتیم، در درس‌های قبلی هم گفتیم، و پایه زمین داریم. 2 تا موجود هستن. اول
دیود نوری را از پایه 13 سیم زرد میگیریم، سیم نارنجی، با یک نقطه در این سمت تخت نانی وارد میکنیم. مقاومت 330 اوم را میگیریم، در مسیری که سیم زرد است داخلش میکنیم و به سمت چپ تخت نانی در یک جای میبریم. دیود نوری ما که یک سیم پایه طولانیش مثبت هست را به جهت مقاومت داخل تخت نانی میکنیم. از سمت چپ پایه چپ دیود نوری سیم وصل میکنیم به پایه زمین. سیم کشی دیود نوری تکمیل شد، باید روشن شود چون به پایه 13 وصل شده. آخذه مادون قرمز میگیریم طوری که صفحه هموارش به طرف جلو باشه، این طرف جلو هست، و کوهانش به طرف عقب باشه و در یک نقطه داخلش میکنیم در تخت نانی. پایه سمت راستش به مثبت میره، سیم سرخ میگیریم، از پایه سمت راست 3 تا پایه داره میبریم به مثبت که بردیم. پایه وسط زمین هست، میگیریمش میاریمش به پایه زمینی که در اینجا داریم داخلش میکنیم. ماند پایه موج، پایه خروجیش پایه آخر است که یک سیم میگیریم و وصلش میکنیم به سیم آبی، به پایه 11. این سیم آبی است. در اینجا پایه 12 رسم کرده که غلط هست، پایه 11. میبینید پایه 11 هست. سیم کشی ما تکمیل شد. خب برویم شفر برنامه را باز کنیم. برای فایل اوپن، در داخل پوشه‌ای که شفر برنامه های سن فاوندر را تنزیل دادید برین و برای 3-in-1 مین کت مین 3-in-1 کت مین و بعد کار پروژکت، بعدا شماره 9 را در فهرست پیدا کنید، ریموت کنترل، و در داخلش ما 2 تا پرونده داریم. یک پرونده است که با عدد شروع میشه که پرونده اصلی هست. اگر از درس قبل یادتان باشد ما در موردش صحبت کردیم. پرونده دوم ضمیمه پرونده اصلی است که فقط وظیفهش اجزای اون شفر است که بدانه فشردن دکمه ها را آشکار کنه و برای برنامه اصلی ارسال کنه. روی این پرونده که عدد 9 داره کلیک کنید و بازش کنید. این هم شفر برنامه ما قبلا همیشه توضیح دادیم. این قسمت مخصوص فرمان مادون قرمز هست. پایه 11 تعریف کردیم برای دریافت مادون قرمز. 4 پایه تعریف شده برای محرک ما. خب در این سطر ما یک پایه 13 را برای دایود نوری یا چراغ سرخ تعریف کردیم و این دیود نوری گرچه در روی خود تخت هست و چشمک میزنه، اما ما هم سیم کشی میکنیم در روی تخت نانی تا ببینیم. سرعت تعریف میکنیم با 150. در داخل ستاپ نمایشگر مسلسل تعریف میشه با سرعت 9600. بعدا ما 4 محرک خود 4 پایه را تعریف میکنیم برای 2 تا محرک و در این سطر اخذ اشعه مادون قرمز فعال میسازیم، enabled IR، و در این سطر هم یک متن در روی صفحه چاپ میکنیم. این سطر پایه 13 را با عنوان خروجی تعریف میکنه تا ما چراغ خود وصل کنیم که چشمک بزنه. در داخل حلقه ما بیانیه شرطی داریم که اگر موج دریافت شده باشد پس موج دریافتی هرچه هست نتیجه برود و توسط این برنامه ارزیابی شود که چه هست. این برنامه فقط وظیفهش این است که ببینه که کدام یک از این اعداد هست. میبینین این یک شفر هست که یک معنای خاص داره. وقتی ما دکمه 8 را فشار میتیم این شفر کشف میشه. وقتی 9 را فشار میتیم این شفر مثلا مثبت. وقتی شما سرعت افزایش میتین
این شفر دریافت میشه توسط آخذه. منفی را ارسال میکنین، این شفر دریافت میشه. به همین ترتیب بقیه دکمه ها ازشان استفاده نشده. خب ما وقتی دریافت کردیم شفر دریافتی را که در داخل result.value هست ارسالش میکنیم بر این تابع. این تابع را طوری که ذکر کردم یک پرونده جداگانه است که در زبانه اضافی برنامه آردوینو است. کلیک کنیم دیده شوه که همین است که براتون گفتم. اینجا وقتی این شفر دریافتی آمد برای ما جوابش میآید که مثبت هست، یعنی شناسایی دستی است. خود ما می نویسیم که وقتی این شفر دریافت شد مثلا عدد 8 است، به خاطر اینکه هر فرمان ها دکمه هایشان شفر خاص ارسال میکنن و این شفر مخصوص همین فرمانی است که ما داریم. خب اگر و نتیجه این استخراج از رمز در متغیر به نام کی ذخیره میشه که از نوع رشته است یا استرنگ است و میبینیم که این رشته دریافت شده، میبینیم که کلمه استخراج شده اگر خطا، یعنی کلمه مساوی به خطا، دو تا نقل قول مستقیم داریم که این فقط خود عین همین متن ERROR باشد که اگر نباشد، مساوی نباشد با این خطا، یعنی اگر خطا نبود پس یک چیز قابل استفاده است. اول در روی صفحه قیمتش چاپ میکنیم در نمایشگر مسلسل، بعد میرویم به LED بلنک LED که دیود نوری ما چشمک بزنه و بعدا شرط ها شروع میشه. اگر مثبت بود، اگر کلید فشرده شده مساوی به مثبت بود، قیمت سرعت که در اینجا تعریفش کردیم 150، قیمت را افزایش میدیم به 50، یعنی قیمت را میگیریم جمع 50 میکنیم که 150 فعلا میشه 200. در غیر آن اگر منفی بود، در غیر آن اگر else کلید فشرده شده کلید منفی بود، باید ما از سرعت 50 را کم کنیم. و اگر دکمه 2 بود move forward، بعد جلو باید بره با سرعت هر سرعتی که شما فشار دادین، هر سرعتی که شما تعیین کردین قبلا با مدت 1 ثانیه. اگر 1 بود به سمت راست، اگر 4 بود به سمت چپ. یکیش از که move right حرکت به راست و یکیش از گردش به چپ، گردش به راست و به همین ترتیب گردش به عقب چپ و عقب راست، دکمه 8 و 9 و در نهایتش هم اگر دکمه 8 باشه میره به عقب، کاملا backward به مدت 1 ثانیه به عقب میرود. خب وقتی ما دکمه را فشار میدیم ما شاید برسیم از 255 بریم بالا، مثلا 255 جمع 50 میشه 300 که قابل قبول نیست. در اینجا میبینیم که اگر بیانیه شرطی هست، اگر سرعت بزرگتر یا مساوی به 255 بود باید سرعت 255 شود جبران. پس اگر این 300 هم شده باشه ما جبران این قیمت 255 تخصیص میدیم به متغیر سرعت و سرعت ما همیشه از 255 بالا نمیره. اگر در اینجا گفته اگر سرعت کوچکتر یا مساوی به 0 بود باید قیمتش 0 باشه. پس سرعت ما معین میکنیم و تأخیر 500 میلی ثانیه‌ای داریم و بلافاصله خودرو توقف میکنه، زیرا دکمه را که شما فشردین رهایش کردین. این 2 سطر من اضافه کردم تا در روی صفحه سرعت برای ما چاپ کنه. این فقط کلمه سپید یا سرعت را چاپ میکند و این هم خود سرعت چاپ میکنه و در این سطر میگیم که اخذ اشعه مادن قرمز را ادامه بده، یعنی بار دیگه هم برو بخوان و حلقه به پایان میرسه. این بیانیه شرطی به پایان میرسه، در اینجا هم حلقه به پایان میرسه و دوباره حلقه بر میگرده به اینجا و تمام توضیحاتی را که دادم این اعمال دوباره انجام میشه. خب ما موو فورورد داریم، رفتن به جلو که قبلا توضیح دادیم با سرعتی که ارسال میشه خود رو به جلو میره. موو بکورد به عقب میرود، این چندین بار توضیح دادیم. ترن رایت گردش به راست هست. موو رایت وقت محرک سمت چپ میچرخه و راست نمیچرخه، باعث میشه ما به سمت راست بریم و همین ترتیب بک لفت
محرک سمت راست برعکس میچرخه و محرک سمت چپ نمیچرخه. به اون خاطر ما میرویم به بک لفت، به عقب و چپ، و به عقب راست. محرک راست نمیچرخه و محرک چپ برعکس میچرخه. توقف هم فقط 0-0 ارسال میشه. در اینجا ما LED بلینک که چشمک زن داید نوری هست، یک حلقه فور داریم که قیمتش از 0 تا 3 میره و قیمت آی میشه 0 میایه و وقتی که 0 است چراغ ما پایش به حالت بلند منطقی میره. 5 ولت به LED وصل میشه به مدت 50 میلی ثانیه، بعد خاموش میشه. اینجا لو گفتیم به مدت 50 میلی ثانیه پس میایه. آی 2 میشه، 1 میشه، 1 کمتر از 3 است. به می ترتیب خاموش روشن 2 میشه و 3 که شد خارج میشه چون 3 کمتر از 3 نیست. این بود توضیح کامل شفر. خب برنامه از قبل روی تخت آردوینو تنزیل شده. میخوایم توسط این فرمان بتیم به این خودرو که حرکت کنه. اول بیاین سرعت را امتحان کنیم. مثلا من مثبت را میفشارم و اینجا کار انجام نمیشه، فقط سرعت قیمتش تغییر میکنه اما حرکت انجام نمیشه. بریم بالا. 255 شد. بیاین یک بار دیگه بزنیمش. هر قدر بزنیم چون در داخل شفر محدودش کردیم، اجازه نمیده که بالا بره. 255. وقتی بخوایم کاهش بتیمش ببینیم تا 105 تنزیل کرد. دوباره صعود به 155 و 200. خب پس این دو تکمه کار میکنن. وقتی ما بخوایم جلو بریم این را از زمین بلند میکنم تا ببینیم وقتی دور میفشاریم باید جلو بره. تقریبا 1 ثانیه میره و خاموش میشه. هر بار ببینیم ما سرعت گفتیم اما دیگه توقف میکنه، نمیره، باید دوباره خوانده شود. خب این بود جلو، عقب. خب بیاین ببینیم که ما بر راست بچرخیم چی میشه. وقتی بر راست بچرخیم این چرخ به عقب میچرخه، چرخ دیگه به طرف جلو، در نتیجه جابجا میچرخه به طرف راست که بعدا در کف اتاق اثبات میکنم براتون. به چپ و این به چپ دوباره. خب بیایید که حالا به سمت راست و جلو ببینیم چی میشه. تنها یک چرخ میچرخه. وقتی به جلو بره اینطوری به طرف راست میره اما به جلو هم میره، یعنی جابجا نمیچرخه. به همین ترتیب جلو چپ. بریم عقب راست. این به عقب میچرخه. عقب راست یعنی این طرف اینطوری میایه و بریم عقب چپ. وقتی چرخ به عقب بچرخه اینطوری میایه، ما به عقب چپ، به طرف چپ به عقب میرویم. خب این هم اثبات این طرح خودرو ما آماده هست و این هم فرمان مادون قرمز. بگیریم به طرف جلو بریم. سرعت به صورت پیش فرض 150 بود، درست؟ هرچی در شفر بود امان است. دو را میفشاریم که برای جلو، باز دوباره 2. عقب میزنیم 8 و ببینیم چرخش براست چی میشه. ما وقتی تکمه 6 بزنیم دقیقا روی محور قسمت وسط خودرو هست و دور مرکز خود میچرخه. اگر بریم به چپ اما اگر ما بخوایم از این دکمه استفاده کنیم، از دکمه کنج
که جلو و راست است یا جلو چپ، محور تغییر میکنه. وقتی ما جلو راست بزنیم اینجا محور میشه و میچرخه. اگر بخوایم به چپ بریم محور اینجا میشه و این چرخ میچرخه. ببینیم اول میرم به طرف راست، دکمه 3 را فشار میدم. دیدیم که این محور بود و اون چرخ چرخید. به همین ترتیب بریم به چپ، دوباره اون چرخ محور میشه و این میچرخه. دکمه 1 و به این ترتیب به عقب وقتی بریم به عقب چپ باید توقف کنه و این برعکس بیاد تا بره به عقب. ببینیم خب بریم به عقب 8. اگر این خودرو به طور مستقیم نمیره وقتی شما جلو و عقب میرید، علت این که مستقیم نمیره، طور مثال ببینیم من دکمه 2 رو میزنم، دور مستقیم رفت. بعضی وقتا ممکن منحرف شود. علتش تشنج یا سخت بودن یکی از چرخ هاست، یا ای که بعضی وقتا هم امکان داره مشخصات فنی هر محرک فرق داشته باشه. در اون صورت امکان داره که قدرتی که میرسه باعث میشه که یکیش بیشتر نسبت به دیگر یا کمتر نسبت به دیگر حرکت کنه. خب سرعت افزایش میتونم. متوجه هستین هر باری که میزنیم چراغ چشمک میزنه. خب سرعت زیادترین هست. And let's go a little forward. تشکر از اینکه تا آخر این درس با من بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالمتان می باشم. نظریاتتان را لطفاً در زیر این ویدیو در بخش نظریات درج کنید. حتما آن را می خوانم و اگر لازم باشد جواب می دهم. این ویدیو را حتما 60 بالا بزنید تا دیگران آن را با آسانی پیدا کنند. تا دیدار بعدی و درس بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ. در درس امروز خودرو ما رد خط را میگیرد. این یک خودکاره یا ربات است که میتواند خط سیاه یا خط سفید را ردیابی کند و در مسیر آن خط حرکت کند. اول طرز کار ردگیری خط را توضیح میدیم، بعد قطعه حساس رد خط را توضیح میدیم و سیمکشی و در نهایت و در اخیر اثبات طرح را نشانتان خواهیم داد.